سوم اهانت واضح و صریح به قرآن کریم. صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لك. شخصیت جوادی و علمی کشور استاد محمد زمان مزمل. شهریار کابل ده ها هزار نفر و هزاران نفر از هموطنان عزیز ما در شهر کابل در این مرحله در اینجا گرد بیایند. سرانی جناب آقای نامدار فخر موجودات احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم.